سلام. تا حالا شده توی یک جمعی قرار بگیری که پر از آدم باشه، بخوای حرف بزنی صدات بلرزه، یا یه جایی واجب باشه که نبگی اما خجالت بکشی؟ من دقیقاً همونجا بودم، اما الان اوضاع فرق کرده. من زهرام. توی این کانال قراره که با همدیگه جلو بریم و یاد بگیریم چجوری قوی تر باشیم و با اعتماد به نفس. راستش من یه آدمی بودم فوق‌العاده خجالتی، صدام در نمیومد که یه موقع توپق نزنم، یه جایی رو اشتباه نگم، حتی باورتون نمیشه نمیگفتم که کلمه رو اشتباه نگم و شاید خیلی وقتا صحبت نمیکردم که توپق نزنم، بریده نشه، قطع نشه صدام. تا اینکه یه روزی توی یه کتابی یه جمله خوندم، نوشته بود که تا وقتی خودتو باور نکنی دیگران تو رو باور نمیکنن. و اونجا بود که گفتم خب وقتشه که دیدمو تغییر بدم، وقتشه که خودمو نجات بدم از این بدبختی که توش خودمو گیر انداختم. و اونجا بود که تغییر کردم. 3 راهکار استفاده کردم که خیلی نتیجه بخش بود. یکیش این بود که هر روز جلوی آینه به اندازه 10 دقیقه با خودم صحبت میکردم، خودم رو جلوی جمع تصور میکردم انگار که دارم سخنرانی میکنم. این خیلی مهمه، اینکه راحت باشید، سلیس صحبت بکنید، حتی یه سری وقتا صداتون رو بالا ببریم پایین بیاریم، اصلا انگار که واقعا توی یک سمیناری. دومین موضوعی که خیلی مهمه نگفتنه. تمرین کنید. من یادم نمیره هیچ وقت زمانی که اولین بار به دوستم گفتم نه، منی که همیشه جوابم بهش مثبت بود، از کوچیکا شروع بکنید. ولی من همون روز بهش گفتم که نه، متاسفم من نمیتونم این کارو انجام بدم. شما میتونید از کوچکترین چیزها شروع بکنین که به بزرگترین ها ختم بشه و دیگه هیچ وقت دامش نیفتید. سومی، هر شب برای خودت یادداشت کن یکی از ویژگی‌های مثبت خودت رو، یکی از خوبی‌های خودت رو که ازش احساس رضایت داری. اینکه مهربونی، اینکه آدم زیبایی هستی، اینکه بیانت شیواه، حالت خوبه، همه اینا رو یادداشت کن. اینا باعث میشن به مرور زمان تو همچنین بهتر و بهتر بشی. ببین حواست باشه اعتماد به نفس یه شبه نمیاد، ولی اینا رو که انجام بدی زودتر از اون چیزی که فکرش رو میکنی بهش دست پیدا میکنی. اگه تو هم همین حسایی که من داشتم و تجربه کردی، برام تو کامنت ها بنویس، با هم دیگه درستش میکنیم. فقط یادت نره تو قوی تر از چیزی هستی که فکرشو میکنی. سابسکرایب یادت نره و اینکه اول راهمونه، خیلی با هم دیگه کار داریم. هر روز مطمئنم که بهتر و بهتر خواهیم شد کنار هم دیگه.